برای شناخت آسیب‌هایی که زبان ما دیده و دارد باید نگاه به گذشته این زبان داشته باشیم. اصلا چنان بوده است که زبان فارسی در منطقه ما، در سرزمین ما، پیشینه 1300 ساله دارد، نه بیشتر از آن. یعنی پیش از اسلام زبان مردم این منطقه زبان فارسی نبوده است. اینجا مردم خوارزمی و سغدی و بلخی و سکای زندگی میکردند که در منابع ایرانی به نام تورانی شناخته شدند. این سرزمین توران نامیده میشده است و از این زبان ها زبان خوارزمی و سغدی با هم بیشتر مانندی داشتند. زبان بلخی کمتر از اون تفاوت داشته است و زبان های سکای نیز با اینکه همتبار هستند با اونها ولی تفاوت های گویشی خود را دارند. چنانکه که همین امروز در پامیر هم ما میبینیم. مثلا زبان های شاهانی و روشانی با هم یک گروه هستند، بسیار مانند هستند، ولی زبان یزدگلامی که از همین زبان ها جدا شده است دیگر برای شاهانیان دریافتنی نیست. یا زبان وخی که هر چندی که با این زبان ها همریشه هست ولی چون در یک مرحله دیگر از اینها جدا شده است برای بقیه مفهوم نیست. در گذشته نیز همین وضع را داشتیم. وقتی که لشکر اسلام پا به سرزمین ما میگذارد و این سرزمین را ضبط میکنند، برای آنکه احکام شریعت و اصول دین در این منطقه جاری شود نیاز به ابزاری داشتند که این مردم را آموزش بدهند. گرچه زبان سغدی خود در اون زمان یک زبان دارای ادبیات غنی بود، زبان توانمندی هم بود، زبان کارگزاری بود، زبان رسمی بود، نامه‌نگاری میکردند، زبان تجارت بود، زبان مذهب بود، ولی فراگیر نبود. اما مردمی فرارود یا بگیم تورانیا، یک اصطلاح جدیدی براش درست کنیم تاریخی، زبان مردم ایرانی را که همخون و برادر خویش تبار و خوب نزدیکترین با هم هستند و نمیشه جداشون کرد میدانستند. یعنی در جایی که تماس بین دو مردم هست همیشه گروهی از مردم زبان همدیگر را میدانند. مثلا بدخشانی ها زبان ازبکی را نمیدانند ولی خوجندی ها یا زرفشانی ها که نزدیک به مردم ازبک هستند زبان ازبکی را میدانند چون داد و ستد دارند. پس سغدی ها نیز با پارسی ها یا با پهلوی ها داد و ستدی داشتند، نه اینکه نداشتند، اینا همخون بودند، اینا یک مردم بودند، همه اینا را ایرانی میگفتند. یعنی گروه های زبان فارسی را هم میدانسته بوده است. دیگر اینکه پیش از آن که ماورالنهر را بگیرند مسلمان ها خراسان را گرفتند، آنچه که امروز افغانستان نامیده میشود نیمش. در آن سرزمین مردم بیشتر بودایی بدند یا بتپرست بدند. اون ضربت خیمبته که طالبان نابودشون کردن خیتایون ساخته بدند، ما ساخته بدیم در اونجا. و این معبدهای بودایی برای خود مدرسه های داشتند، در تاریخ ثبت شده است. همین مدرسه ها یا آموزشگاه های بودایی در زمان اسلامی تبدیل یافتند به مدرسه های اسلامی. این بود که در صدر اسلام در 200 سال اول حکومت اسلامی بیشترین دانشمندان ایرانی از کجا برخواستند؟ از خراسان برخواستند یا از همون بلخ پیشین برخواستند، چون که زمینه برای رشد و گسترش دانش در آنجا بود. خود بخود چیزی رو نمیزند، باید بنیاد داشته باشد. همچنان دیگر زبان فارسی در اون آموزشگاه ها، در اون مدرسه ها که زبان تعلیم و تربیت اسلامی بود در ماورالنهر نیز به کار برده شد. این بود عامل گسترش فراگیری زبان فارسی در توران زمین یا در فرارود یا هر چی بگه. البته که در زمانی که پیش از به قدرت رسیدن سامانیان بود گسترش کم سرعت بود. حالا میگن که اومدن عرب ها در هر خونه 3-4 سرباز برای
نظارت و دیدبان دیگر گذاشتن اینها، ولی اینا هم هست. ولی باید این را دانست که بیشترین لشکریان اسلام ایرانیان بودند، نه عرب ها. بله. و تاجیک هم همین ایرانیان مسلمان گشته را میگفتند، نه عرب ها را. ببینید از سال شکست ایران ساسانی تا سال نخستین نماز جمعه سعودی ها کم و بیش 70-80 سال گذشته است. از سال 651 تا 713 مثلا اگر بگیری یک دورانی هست که دو نسل به وای میرسه، یکی نسل جنگاوران پیشین، یکی جنگاورانی که دیگر تعلیم اسلامی گرفتن. و از بیشترین لشکر اسلام هم کی بود؟ ایرانیان بودن که تاجیک نامیده میشدن. چرا؟ چون باور بر این بود که هر کی اسلام بیارد، هر کی مسلمان شود، عرب میگردد و عرب ها را تاجیک میگفتند. باور بر این بود که هر ایرانی که مسلمان شود تاجیک میگردد. خب ریشه تاجیک از اینجاست، نه در 18,000 سال پیشه که بعضی ها جستجو میکنن. چون یعنی این زبان اصلا زبان عربی میشناسن، عربی. بله. شما در نامه های دوشتیج پادشاه صلح واژه تاجیک و تاجیکانه را میبینید. تاجیک و تاجیکانه در آنجا عرب و عربانه معنا دارد، نه تاجیکی ما. و خود زبان فارسی هم که آمد در اینجا گسترش یافت، زبان مردم فارس نبود، یا زبانی بود که از دیگر گویش ها، از دیگر زبان های ایرانی هم در خود واژه های گرفته بود. از زبان پهلوی بود، از زبان دیگر بود، مثلا خوزی داشته بودن اون زمان، یا از زبان های همسایه چیزهای گرفته بود. وقتی که زبان فارسی زبان کارگزاری خود زرتشتیان بود، وامواژه کمتر بود، چون تعصب داشتن، یعنی موبدان تعصب داشتن، هر واژه رو به کار نمی‌بردن. وقتی که انحصار در کاربرد زبان فارسی دری از دست موبدان خارج شد و همون زبان را یا گونه دیگری از آن را برای آموزش و پرورش نسل مسلمان به کار بردن، طبعا اصطلاحات عربی نیز در آن وارد شد. خب او اصطلاحات دینی زرتشتی را نمی‌شود در معنای اسلامی به کار برد. خب حالا پیامبر میشود، فرشته میشود، دین میشود، نمیدونم آیین میشود، ولی الله اسلامی با اهورامزدای زرتشتی یک چیز نیست، یک پدیده نیست. او برای خودش تعریف داره، برای خودش تعریف داره. این بود که زبان دری در او زمان از عربی هم وامواژه های بسیاری گرفت. بعد از آنجایی که در ترجمه و تفسیر قرآن هم دقت داده میشد که عینی عباره عربی و فارسی ترجمه شود، خودی ساختار جمله بندی فارسی هم تغییر یافت. از دیدگاه ساختاری صرفاً زبان فارسی دری اسلامی با زبان فارسی دری که پیش از اسلام تفاوت‌های دارد. این یک زبان است. پس زبان فارسی اسلامی تحول یافته هست، دیگرگشته از زبان پیشین. همین زبان تحول یافته بود که در سرزمین این ور از رود آمون است گسترش یافت، آموزانده شد و از زبان‌های سعودی و خوارزمی و بلخی نیز واژه‌های را گرفت. چون که هر کسی یک زبان نوی یاد میگیرد، هنگام نوشتن به آن زبان بخواهد نخواهد واژه‌هایی از زبان خود وارد میکند. شما در شعرهای رودکی واژه‌های سعودی میابید، هست. شما در واژه حتی همین دیگرگونی‌هایی که در زبان فارسی درید از زمان سامانیان پدید آمدن سبب شد که لغت فارس اسدی به وجود بیاید. یعنی فرهنگی بود که واژه‌های خاص زبان فارسی ماورالنهر را برای فارسی زبانان اونور از رود شرح توضیح میداد. این تفاوت‌ها از آن زمان بودن، ولی اینا تفاوت‌های گویشی هستند، نه تفاوت‌های ساختاری.
و در صد چند سال حکومت سامانیان هم این زبان بود که دیگر کم کم جای زبان عربی را در دیگر بخش ها نیز گرفت. حتی در جای رسید که خود سامانیان از علمای اون زمان، از علمای ماورا نهر فتوای خواستند که زبان فارسی برای ترجمه و تفسیر قرآن به کار گرفته شود و اون فتوا را علمای ماورا نهر دادند. 100 سال پیش از این خودی امام اعظم رحمت الله علیه گفته بود، فتوا داده بود که روا باشد ترجمه و تفسیر قرآن کسانی که پرزبان نباشند. یعنی در اون زمانی که جنبش های شعوبیه هم در بین مردم ایران تبار آغاز شده بود، اوج گرفت، این حرکت بود چون که یک دین شریعت جدید رو به مردم باید به زبان او بیاموزید. خب اول مردم باید عربی یاد بگیرد، بعد بیاد اسلام یاد بگیرد، یک امر لازم میشه. این بود که فتوای علمای ماورا نهر برای سامانیان هم از هوا گرفته نشد، بلکه زمینه‌ای داشت و این زمینه خود در اون زمان در حکم یک قانون زبان بود. چیزی بود که راه را برای زبان فارسی در تمام امور کشورداری و امور دین و امور دنیا باز کرد. بعد از شکست سامانیان حکومت‌های دیگری هم که آمدند این روند را ادامه دادند. غزنویان بیشترین خدمت برای زبان فارسی کردند، با شمشیر ترکی زبان فارسی را تو این بردند دیگر جا. یعنی ما از ترک‌ها استفاده ابزاری کردیم در حدی که خواسته بودیم از هند تا بالکان زبان فارسی را ترک‌ها بردن، نه ایرانیان. تا حمله مغول زبان فارسی برای خود جایگاه گسترده آماده کرده بود. دیگر در سراسر ایران زمین یک زبان معیاری در نوشتار به وجود آمده بود، ولی در آن زمان زبان و کتاب ها فقط برای اهل علم بودند. یعنی من که کتاب می نوشتم می دانستم که خواننده این کتاب من زبانی رو که من می نویسم می داند. زبان رسانه‌ای نبود، مردمی هم نبود. علما برای همدیگر کتاب می نوشتن برای آینده ها. من نوشتم آینده ها بگیرن چیز دیگری بنویسن و همتری. این روند در زمان حمله مغول قطع شد. خب مغول بنیاد ما را کند، بیشترین ضربه را زد، تا اینکه بعد از مغول در واقع زبان فارسی دیگر بیشتر عربی زده شد. بله. تا حمله مغول روند برای این بود که زبان فارسی علمی بیشتر از امکانات خود استفاده برد، یا که زبان عربی رو هم محدود واژه‌ها رو که در کار بدن در کار علم اونا رو وام می‌گرفتن، نه هر چیزی را. ولی بعد از حمله مغول، بعد از روی کار آمدن حکومتان مغولی و بعد ترکی، یک روند در علم دیگه علمی که نبود و هر چیزی هم که بود زبان بازی بود. شما اگر تاریخ و دوره رو بخونه بیشترش تصنع، همین واژه پردازی و عباره ها تندتراق و چیزی که امروز در تاجیکستان رسم است. همین. خب پس لیز من میبینم در این روند شما دانشی دریاور است، زیاده است، چون برنامه بسیار مقصد وی است، در یک چارگوش ما است. بیاییم به اون تاجیکستان امروزه که بحثای خوب در این خب تاجیکستان ما را بگیریم. امروز در تاجیکستان بحث بر این است که تاجیکستان را خواستگاه زبان فارسی می‌نامند. خواستاری هم خواستگاه یعنی جایی که زبان فارسی برخواسته است، فارسی دری برخواسته است. حالی که سرزمین امروزه تاجیکستان در زمانی که فارسی در این سرزمین برخاست هیچ اثر تأثیری بر امور کشورداری نداشت. یک گوشه دور افتاده بود. حتی شهر خوجند که قدیم هست یا شهر پنجکند، اینا دانشمندان میرفتن در بخارا و سمرقند تحصیل میکردن، برمیگشتن. پس اینا مراکز علمی نبودن. از ختلان شهرهای بزرگی که داشتیم، هلاورد، لیوکند، مونگ یا هولوک، اینا مرکز علم
گسترش علوم نبودند. هرچی داشتیم در سمرقند و بخارا مزاده است. دیگه اینکه خاستگاه با خاستگاه فرق دارد. بله درست است که تا حمله مغول شرق ایران شرقی یا توران یا خراسانش میگون، مغول و نهرش میگون، هر چیش میگون، اینجا چون پایگاهی علمیش بیشتر بود، بیشتر دانشمندا از اینجا بودند و علم از نسل به نسل میرفت و این علم در سراسر ایران زمین پهن پریشان بود. کمال خوجندی از خوجند خیست رفت در تبریز خوب شد و بعد از اون مثلا میرسعید علیه همدانی از همدان برخواست رفت در کلوب خوب شد. این همه یک سرزمین بود، مرزی وجود نداشت، گذرنامه نمیخواستن، روادید نبود، اصلا این بحثا نبودن. من میخواستم از امروز از درواز پا میشدم میرفتم شیراز، چی فرقی بود برام؟ هیچی. یعنی همش یک سرزمین بود، گرچه حکومت‌ها مختلفی در اینجا بودند و همزمان شاید 10 تا خانواده در گوشه و کنار این سرزمین حکومت داشت، ولی این پهنه یا این گستره فرهنگی از هم کنده نبود. یعنی زبان همون زبان بود، فرهنگ همون فرهنگ بود. گویش ها متفاوت بوده اند، ولی در بحث زبان معیار یا زبان علمی و زبان کاربردی گویش اهمیتی ندارد. چنانکه که امروز اهمیت میدن که باید این طریق گپ بزنی، نباید اون طریق گپ بزنی و حتی بر منم ایراد خواهند گرفت که تو به لهجه خودت گپ زده است. در صورت که من به لهجه کتابی نمیتونم صحبت کنم، من به اون لهجه مینویسم ولی سخن گفتن برای من مشکل است. برمیگرده به این که زبان فارسی از زمان مغول تا دوران شوروی چی بدبختی های به سر برده است. بعد از مغول تفریقه که بین دو کناره ایران به وجود آمد یا ایران زمین این بود که در پیامد جنگ های بین صفوی‌ها و شیبانی‌ها این سرزمین به دو کشور تقسیم شد. طرف غربی او را ایران می نامیدند، طرف شرقی او را رسما توران می نامیدند. در نامنگاری های پادشاهان صفوی و خانهای ازبک، پادشاهان کرگان هند یا تیموران هند این اصطلاحات هست. و از اونجایی که دیگه تفریقه مذهبی بنیاد کشورداری گذاشته شد، زبان نیز تغییر کرد. چرا؟ چون که بسیاری از دانشمندان از عالمان سنی مذهب از ایران گریختن رفتن هند یا اومدن به فرارود و جای اونها را عالمان شیعه مذهب از عراق سوریه گرفتن در ایران. خب زبان هند سمرقند و بخارا شد فارسی تر، ولی زبان ایران شد عربی تر. نمیگم زبان گفتاری مردم، نه، فقط موضوعی بس زبان علمی و زبان نوشتاری است. و از اونجایی که ایران با کشورهای اروپایی روابطی مستقیم زودتر پیدا کرد، رفت آمدش بیشتر بود و در پی تحولاتی که در آغاز عصر 20 در ایران با وجود آمد، بیشترین تحصیل کرده های ایران پس از انقلاب مشروطه ایران رفتن به فرانسه. خب در سال 1911 ما هنوز در کجا بودیم؟ تازه سید عالم خان امیر شده بود در بخارا. چی وضع ما داشتیم؟ در پی همون تحولاتی که در این سرزمین ایجاد شده بود در تاجیکستان، خیلی تاجیکستان روز نبود، همون نام قدیمی شد گیریم، در توران جنبش جدیدی بود. روشنگری هایی که بزرگواران چون احمد دانش داشتند و دیگران اون چیزی نبود که جدا از ایران باشد. بازم این سرزمین با هم پیوندهای داشت. روزنامه‌ای که در تبریز چاپ می‌کردن در بخارا می‌خواندن و برعکس می‌رفت و می‌آمد. روزنامه آواز تاجیک در هند نشر می‌شد. اگر ما زبان مطبوعات او زمان را با هم مقایسه کنیم، بین زبان بخارا و زبان تهران تفاوتی نیست. ولی بعد از اینکه در سرزمین ما حکومت شورای مستقر می شود و پیوندها جدا می شود، دیگر راهی زبان فارسی هم
چی می شود؟ خیلی زبان فارسی به دو شاخه جدا می شود. یکی بر اثر تاثیر دانش آموختگان غربی در ایران یک راه پیش میگیرد که اینا اندوخته های خود را به زبان فارسی بازنویسی کردند و در پی تنظیم زبان شدند. برای زبان فارسی دستور باید بساختند، بحث‌های زیادی بود. ولی در تاجیکستان چی شد؟ در تاجیکستان که خب هنوز تاجیکستان هم نبود، در بخارا در سال 1920 که انقلاب شد، اول کاری که انقلابی‌ها کردن چی بود؟ برانداختن زبان فارسی از نظام کشورداری. گفتن این زبان امیران است، این را نباید به کار برد. یعنی ممنوع شد کاربرد زبان فارسی. 4 سال دیگر هم که سرزمین بخارا را تقسیم کردن، ازبکستان و تاجیکستان به وجود آوردن، مبارزات تاجیکان در اون زمان شروع شدن. همون زمان بود که خط تاجیکی را عوض کردن از فارسی به لاتین و اون زمان بود که در مقابله با پنترکیستا و با شوروی ها اصطلاح زبان تاجیکی هم به کار گرفته شد. در اون زمان همچنین ترفند لازم بود، چون که پنترکیستا و شوروی ها و دیگران مردم بیسوادی بودند. اونا که قدرت را به دست گرفته بودند فقط شعور انقلابی داشتن، میگفت خودشون سوادی زبان شناسی نداشتن. هر کی میگفت این زبان فارسی است میگفتن برای ایران. بیان از کم اینجا چون سرگذشت و تلخ است نظر کنید از کجا واژه تاجیکی سر زد؟ نه در صورتی پیداش از همین سال شوروی. و تازه امروز بحثی که امروز میانی مثلا قسمت آلمانی تاجیکی آلمانی خوب آبرومند تاجیکستان مثلا مثل استاد عثمانوف که از نظر کتابایی که مثلا چندین سال نوشته اشاره به اون میکنه که مثلا زبان تاجیکی امروزه ما ادامه دهنده از قسمتی زبان‌های مثلا کوهستانی که امروز ما داریم از اونجا است و زبان فارسی یک چیزی حلایده است که به ما اصلا تعلق ندارد. خب نظر شما در این چی است؟ به نظری اونا بنابر تمامی دستاوردهای زبانشناسی امروز چی از این بحثی امروزینه که در تاجیکستان است. همین بحثی که هست اصلا خود موضوعش غلط است. چگونه میتونه زبان تاجیکی که ریشه پیوند با زبان مردم ایران و افغانستان هست که به نام زبان فارسی شناخته شده است فرزند زبان‌های کوهستان‌های باشد؟ ببخشید کوهستان‌های ما شاید در 200 سال آینده وقتی که ما اون کوه‌ها را کان‌ها را بکنیم و کانی‌ها اوج را به استفاده بریم شاید چیزی بشوند، وگرنه در تاریخ مردم ما فقط پناهگاه و گریزگاه بودن. شما کسی را میشناسه که مثلا از وحیا خسته باشه رفته باشه در مثلا اروپا تحصیل کرده باشه و آدم شده باشه و عالم شده باشه پیش از همین حمله شوروی بود؟ نه. شما کسی را میشناسه که از درواز خسته باشه رفته باشه در هند دانشمند شده باشه؟ هستن 3-4 نفر بعد برگشتن نیومدن. و کوهستان فقط کوهستان است. ببخشید در کوهستان کشوری که در کوهستان به نام تاجیکستان ساختن معجزه است. در واقع خود یک سخت جانی تاجیکا رو نشان میدهد که هر چی براشون اومدن یک کشتارگاه درست کردن در کوهستان، جمهوری به نام رسپوبلیک افتونامی سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان که در واقع رزروات افتونامی بود برای نابود کردن مردم تاجیک، اومدن در کوهستان کشور ساختن. این معجزه است که سابقه شما فقط از یهودی ها میبینیم که بعد از 10,000 سال سرگردانه مادن در یک سرزمینه با هر کاری که کردن برای خود کشور ساختن. بنیاد تاجیکستان و قهرمانی که مردم تاجیک برای ساختن بنیاد تاجیکستان کردن به همتاست. ولی ببینید با راهی که امروز پیش گرفتن نمیشود کشور ساخت. با شعر، رقص، ترانه ملت نمیسازند. با این ایده‌هایی که زبان تاجیکی
همان زبان فارسی دری هست و زبان فارسی دری برخواسته از سرزمین ماورالنهر است و اینجا زبان سغدی داشته بدهیم. پس زبان فارسی دری ادامه زبان سغدی است. از دیدگاه زبان شناختی پوچترین سخن است. زبان سغدی زبان جداگانه است. بود زبان فارسی یک زبان دیگر است. حالا من یکی از مقاله های یکی از زبانشناسای تاجیک خوانده بودم، خودش از مردم یغناب هست. زبان سغدی را گویش از زبان فارسی نامیده بود. من که زبان شناس نیستم میرم میدونم که زبان سغدی زبان جداگانه هست. اگر این گفته او دانشمند محترم ما را زبان شناسای دنیا بشنوند، به حال تاجیکستان گریه خواهم کرد، جای خنده نیست. حدودی 20 سال است عمل میکند. توجه به زبان خودی ملی مثلا زبان دولتی تاجیکی نسبتا کمتر است. اشاره به چی است؟ اشاره به آن است که امروز زبان‌های ترکی، زبان‌های عربی، زبان روسی، زبان آلمانی و انگلیسی یعنی صاحب کابینت‌های بسیار خوب مجهز و صاحب بسیار معلومات‌های خوب و کتاب‌های خوب هستند. اما زبان تاجیکی که اصلا زبان هست این ملت است، که ترجمه‌هایی که مصاحبه من اشاره کردن آقای جیانی، ترجمه از زبان روسی به زبان انگلیسی، از زبان عربی به زبان انگلیسی، از زبان روسی به زبان عربی است، اما ترجمه نیست که از زبان تاجیکی به زبان روسی کند. پس فکر شما یک فرزند این ملت هستید، یک فرزندی که امروز دست در این کار دارید نابسته به اون تخصصات خودتون، چی باید کرد که آهسته آهسته این هسته به نفسه رسد؟ ولی در تاجیکستان دولت بیشتر سخن میگوید ولی کمتر کار میکند. ما از سال 1989 که نخستین قانون زبان تصویب شد تا 2005 که 2009 دومین قانون زبان تصویب شد و تا امروز یک فرصت داشتیم برای حل مشکلات زبان خودمون. حالا گرفتیم 5 سال جنگ داشتیم. از جنگ چند سال گذشت؟ در این زمان میشد کارهایی کرد. ولی امروز در تاجیکستان به جای اینکه مشکل حل شود، مشکل بیشتری ساخته می شود. مثلا این همه جنجال هایی که بین دانشمندای تاجیکستان و ایران هست که مثلا این فارسی یا تاجیکی مثلا چی ربطی داره که نامش چیست؟ شما مشکل این زبان رو بیابه، مشکل رو بشناسه، مشکل رو حل کنه. مهمت در خطش نیست. خط در کدام موضوع برای ما مهم است. ما با خط کلیدی خودمان با بلغارها هم خطیم، با سربها، با بلاروسها، اوکراینها، روسها و مغولها. آیا تاجیک نوشته مغولها را بخواند میفهمد؟ البته نه. و امروز ما همه برای خودمون گفتیم، من در چندین جا شنیدم که روسیه برای ما پنجره به جهان است که ما از طریق زبان روسی دانش جهان را باید از خود کنیم. من حیرانم وقتی ما دروازه به اون کلانی داریم، چرا باید از پنجره بریم نگاه کنیم؟ من به خود روسا هم گفتم در یک نشست همایشی که در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو برگزار کرده بودن، همین موضوع بود که اگر تاجیک ها از خط روسی اساس خود روی گردانن، براشان مشکلات خواهند ساخت، چی از روسیه و چی خودشون برای خودشون، چون که در خود را بر روی ادبیات جهانی و علم جهانی خواهند بست. گفتم ببخشید شما به اصطلاح پتر کبیر پنجره به اروپا داره، ما دروازه به جهان داریم. خط فارسی ما
کدام آدمی هشیار در را میمونه و از پنجره بیرون میره. بهترین چون وقتی برنامه اینجا به آخر میرسد اشاره بسیار اشاره عجیب شد که هر کسی که عقل سالم دارد نه از پنجره برای که از دروازه به جهان نظر میکند. اینجا برنامه وقتی که برای برنامه جدا شد و پای میرسد اشاره به چی میشد؟ امروز باید در جمهوری تاجیکستان قسمتی زباندان و مردم اهل فرهنگ، شاعر و نویسنده اکادمی علوم که در این سال کارهای زیادی رو به انجام شاید رساند باید پیشنهادات مهم مکمل در نزد حکومت گذارد و از این پیشنهاد حمایت کند که در این پیشنهاد بر مقصد برنامه‌ای که باید برای مردم تهیه شده پیشنهاد شود تمام وابسته از سن و سال از کورس اولی مثلا دانشجویانی که در مسئله زبان و زباندانی زبان شناسی تحصیل میکنند شرکت کنند و این به حکومت کشور پیشنهاد شود. چون در هر صورت مصاحبه اشاره به اون کردن که گرچنده که مورا و قسمت هم جدا کرده باشن اما اون زبان امروز زبان خواهد ماند، اون پیوستگی موجود دارد و داشت و خواهد بود و اشاره داد به یک سکه کده یک واژه بسیار عجیبه که ازبکستان هم که امروز گویا که یک قسمت کشور حلایده هست اونم همون زبان هست بیش از 8 میلیون نفر مردم به این زبان فارسی یا که تاجیکی میگم صحبت میکنند. یعنی در آخر چی میگم که گر به ظاهر است و دورم دور فهمیدن خطاست آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. اینجا برنامه لحظه حقیقت با من اکرمانی با پای میرسد. خدا نگهبان شما.